یه عاشق فضا یه کیسه قدیمی رو برای بررسی فرستاد ناسا، اما ناسا بعد از فهمیدن ارزش واقعیش حاضر نبود اونو بهش پس بده. قبل ادامه ویدیو رو لایک کن و اگه میخوای هر روز یه داستان عجیب بشنوی کانال رو سابسکرایب کن. نانسی کارلتون که عاشق ماموریت‌های فضایی بود، سال 2017 توی یه حراجی اینترنتی یه کیسه پیدا کرد که گفته میشد توی یکی از ماموریت‌های ماه ناسا استفاده شده. اونم با قیمت حدود $1000 خریدش. داخل کیسه مقدار خیلی کمی غبار ماه هم بود. نانسی برای اینکه مطمئن بشه سرش کلاه نرفته، کیسه رو برای بررسی فرستاد ناسا تا اصالتش رو تایید کنن. اما وقتی کارشناسای ناسا بررسیش کردن شوکه شدن. هم کیسه واقعی بود، هم غبار ماه داخلش بود. از همه مهمتر این همون کیسه‌ای بود که توی اولین مأموریت فرود روی ماه توسط نیل آرمسترانگ استفاده شده بود. ناسا بعد از این کشف اعلام کرد این وسیله متعلق به مردم آمریکاست و نمیتونه اونو به نانسی برگردونه. اما نانسی از اونجایی که خودش وکیل بود بلافاصله از ناسا شکایت کرد. در نهایت دادگاه به نفع نانسی رأی داد و ناسا مجبور شد کیسه رو بهش پس بده. نانسی هم بعد از اینکه کیسه رو گرفت با قیمت حدود $1,800,000 فروختش، یعنی تقریبا 1800 برابر بیشتر از پولی که بابتش پرداخت کرده بود.